قرار ویدیو 12 رو با این سوال شروع کنیم که چگالی جرمی، مولی، مولکولی هوا رو تحت شرایط ASTP پیدا بکنیم. ببین، چگالی جرمی هوا رو که توی ویدیوهای قبلی پیدا کردیم و گفتیم که D مساوی میشه با PM به روی RT و اینکه گفتیم هوا یک گاز مخلوطه. هوا گاز مخلوطی از چیه؟ O2 N2 CO2 و غیره. بنابراین جرم مولکولی یا جرم مولی میانگین رو براش به دست می آوردیم. ما 3 نوع چگالی داریم. در واقع چگالی نوعی غلظته. یه دونه چگالی جرمی داریم یا در واقع غلظت جرمی که اون رو با دی نشون میدیم. بعدی چگالی مولی یا غلظت مولی که اون رو با سی نشون میدیم. اصطلاحاً به این غلظت مولیه مولاریته هم میگیم. و چگالی سوم چگالی مولکولیه که بهش غلظت مولکولی هم میگیم و اون رو با N استار نشون میدیم. Nی که بالاش ستاره داره بهش میگیم N استار. N استار. فرمول D چی میشه؟ جرم واحد حجم M به روی V. جرم حجم. در واقع وقتی که D رو به دست میاریم میخوایم بدونیم که در واحد حجم واحد یعنی یک، حالا حجم واحدش میتونه 1 متر مکعب باشه، 1 cc باشه، 1 میلی لیتر باشه، 1 لیتر باشه و غیره. در واحد حجم چند گرم ماده هست؟ چند گرم ماده مورد نظرمون وجود دارد؟ وقتی که سی رو به دست میاریم، چگالی مولی رو به دست میاریم، در واقع میایم N رو به V تقسیم میکنیم. میخوایم بدونیم که در واحد حجم چند مول ماده وجود دارد و وقتی که N استار رو به دست میاریم در واقع میخوایم بدونیم که در واحد حجم چند مولکول از اون ماده وجود داره. در واحد حجم چند مولکول ماده وجود دارد. برای اینکه این 3 تا چگالی یا غلظت رو بخوایم به دست بیاریم میایم از معادله حالت گاز ایدئال یعنی PV مساوی است با nRT استفاده میکنیم. من میخوام از دل این رابطه M به V رو به دست بیارم، یعنی چگالی جرمی، و N به V رو به دست بیارم، یعنی چگالی مولی، و N بزرگ به V رو به دست بیارم، یعنی چگالی مولکولی. پس من اینجا پایینش رو می نویسم. این دیه، این سیه و این N استاره. همونطور که قبلا بهتون گفتم برای اینکه بخوایم N
یعنی تعداد مول رو محاسبه بکنیم، رابطش میشه چی؟ میشه جرم ماده مورد نظر بر حسب گرم به جرم مولی ماده مورد نظر که واحدش میشه گرم بر مول. دور در دور، نزدیک در نزدیک بکنیم، واحدش میشه مول. و همینطور N از رابطه دیگه هم به دست میاد. شما اگه تعداد مولکول‌های یک ماده رو بیاین تقسیم بر عدد آووگادرو یا ثابت آووگادرو بکنین، دوباره تعداد مول به دست میاد. ببین این اگه واحدش مولکول باشه، آووگادرو میشه چی؟ میشه مولکول بر مول. یادته دیگه مول با مولکول متفاوته. یه ویدیو دارم راجبش، آخر این ویدیو برات میذارم که مولکول با مولکول ساده میشه و مول میاد بالا. پس این شد اولین فرمول که تو باید بلد باشی. اینم دومین فرمول. یک، این دو. و گفتیم که R مساوی میشه با NA در K. این ثابت بولتزمنه که میشه 1.38 ضرب در 10 به توان منهای 23 و این عدد آووگادرو بود یا ثابت آووگادرو که میشد 6.2 ضرب در 10 به توان 23 و ضرب این دوتا با همدیگه میشد 8/314 که مفصل راجبش صحبت کردیم توی 11 ویدیو قبلی. حالا من اینا رو که دارم میخوام از دل این رابطه PV مساوی است با NRT این ستا رو به دست بیارم که فرمول چگالی جرمی، چگالی مولی و چگالی مولکولی به دست بیاد. اول میخوام چگالی جرمی رو به دست بیارم که قبلا هم به دست آوردم. درسته؟ من باید توی این رابطه M ایجاد بکنم. درسته؟ چون اینها فرمول چگالی جرمی M به روی ویه. میام از کدوم رابطه استفاده میکنم؟ از رابطه 1. N مساوی میشه با M کوچیک به روی M بزرگ. R تیرم که میذارم، اینم مساوی، اینم پی وی. طرفین رو اگر به وی تقسیم بکنم چه اتفاقی میفته؟ M به وی ایجاد میشه. درسته؟ این M، اینم ویه. پس رابطه مساوی میشه با P، وی با وی ساده میشه، مساوی است با M به روی M بزرگ ضرب در V ضرب در RT. اینو اومدم مرتب کردم. M به V ایجاد شدش. M به V گفتیم میشه چگالی جرمی که مساوی میشه با D. میشه چی؟ D. پس من خواهم داشت P مساوی است با D به روی M بزرگ یعنی جرم مولی و RT. یه طرف این وسط این بکنیم D ایجاد میشه. D میشه P M مساوی است با D RT و در ادامه D مساوی میشه با PM به روی RT. D که میشه M به روی V
مساوی است با پی ام بزرگ به روی آرتی. حالا من میخوام سی یعنی ان به وی رو محاسبه بکنم. میام از رابطه پی وی مساوی است با ان آرتی استفاده میکنم. خیلی راحت من میخوام این سمت ان به وی ایجاد بکنم. طرفین رو اگر تقسیم بر یک وی بکنم ان به وی ایجاد میشه. وی با وی ساده میشه و ازش میمونه پی مساوی است با اون سمت هم میشه n تقسیم بر وی در آرتی. پس n به وی ایجاد شدش. n به وی یا همون c مساوی میشه با p به روی آرتی. اینها معلوم و تقسیم بر ضریب مجهول کردم. ضریب n به v کردم. مساوی است با p به rt. این شد اولیه چگالی جرمی یا غلظت جرمی. این دومیه شد چگالی مولی یا غلظت مولی یا همون مولاریته. سومی میشه n استار یعنی تعداد مولکول بر واحد حجم. من باید توسط این پی وی مساوی است با NRT از توی دل این رابطه این یکی رابطه رو به دست بیارم. خب گفتیم که R میشه NA در K و N هم میشه N به روی NA. خب میخوام این N رو توی این رابطه ایجاد بکنم. همون کاری که واسه به دست آوردن این قبلی ها میکردیم. به جای N میذارم N به NA یعنی تعداد مولکول ها تقسیم بر عدد آووگادرو و به جای R میذارم NA ضرب در K. PV مساوی است با. بهتره که من اینو با رنگ آبی نشون بدم. N به NA و این یکی R رو با رنگ بنفش نشون بدم. NA در K کوچیک. خب به جای N میذارم N به روی NA به جای N و به جای R میذارم NA در K و T رو هم میذارم. NA با NA ساده میشه. PV مساوی است با N بزرگ یعنی تعداد مولکول ها ضرب در ثابت بولتزمن ضرب در T. حالا کاری که من باید بکنم اینه که N به V رو ایجاد بکنم. N رو که ایجاد کردم یه V باید تقسیم بشه. پس میام طرفین رو تقسیم بر V میکنم. مساوی میشه با P. V با V ساده میشه. این یکی هم میشه N تقسیم بر V. ایجاد شد چگالی مولکولی K T. خب N استارمون ایجاد شدش. N به V مساوی میشه با P به KT. اگه نمیدونی چه شکلی این ایجاد شدش ببین فقط اومدم این N به V رو این سمت تنها کردمش. پس باید این KT رو از بین ببرم. پس تقسیم بر KT کردم این ورم تقسیم بر KT کردم. این ور KT با KT ساده شد. پس شد N به V. این ور رو بردم این ور مساوی نوشتم. مساوی است با P به روی KT. پس N استارمونم شد چی؟ P بر KT. N استار میشه N به V مساوی است با P بر KT که بهش میگیم چگالی مولکولی. خب ما فرمولا رو به دست آوردیم به راحتی با استفاده از
PV مساوی است با nRT. این 3 فرمول رو به دست آوردیم. حالا میخوایم سوال رو حل کنیم. سوال چی بود؟ گفته بود چگالی جرمی، چگالی مولی و چگالی مولکولی هوا رو تحت شرایط ASTP به دست بیار. که من الان فرمولا رو اینجا شسته و رفته براتون می نویسم. و تموم شد. فقط چگالی جرمیه که به M و جرم اتمی میانگین بستگی داره و دیدیم که جرم اتمی میانگین توی ویدیو 11 فکر میکنم بودش شد 28.8 گرم بر مول توی هوا اگر 20% اکسیژن باشه و 80% نیتروژن N2 باشه شد 28.8 گرم بر مول. دیگه عدد گذاری میکنیم تحت شرایط ASTP ambient standard بود temperature and pressure. درسته؟ خب یعنی محیط بسته که توی محیط بسته گفتیم فشار P مساوی میشه با 1 اتمسفر و T میشه 25 درجه سلسیوس که به اضافه 273 بشه میشه 298 کلوین. عدد گذاری کن دیگه. تموم شد. حواست باشه که قرار شدش که واحدها را هم بنویسیم. یعنی اگه من میذارم P 1 اتمسفر باید توی سیستم MKS اینجا کار بکنم. البته سوال ممکنه بهتون نگه ولی شما و ما همیشه توی سیستم MKS یا SI کار میکنیم که میشه 101,325 پاسکال 1 اتمسفرمون و جرم مولکولی میانگینمون میشه 28.8 گرم بر مول که گفتم که بهتره که همینجا گرم رو به کیلوگرم تبدیل بکنین چون ما داریم توی سیستم MKS کار میکنیم و 1 کیلوگرم مساوی میشه با 10⁻³ گرم و گرم از بین میره و آرمون هم میشه 8.314 پاسکال متر مکعب مول کلوین. نه دیگه همش حفظیه. قرار بودش که حفظش بکنید. تیمون هم میشه چقدر؟ میشه 298 کلوین. ببین باید واحد و یکای نهایی بشه چی؟ کیلوگرم بر متر مکعب. واحد جرم در MKS میشه کیلوگرم و واحد حجم میشه متر مکعب. ببینیم همچین اتفاقی میفته یعنی کیلوگرم بر متر مکعب میشه. اگر بشه یعنی ما کار رو درست انجام دادیم. واحدها رو بیا با هم دیگه ساده کن. میتونی دور در دور نزدیک در نزدیک بکنی صورت و مخرج ها یا اینکه میتونی همین جوری ساده بکنی. حالا من دور در دور نزدیک در نزدیک میکنم براتون. دور در دور میشه چی؟ پاسکال. دیگه این گرم خط خورد. توی این صورت میشه کیلوگرم و مول و کلوین هم میاد بالا دیگه. مول کلوین. نزدیک در نزدیک ها هم میره تو مخرج. درسته؟ یعنی مول پاسکال متر مکعب کلوین اینم موله. حالا عددا رو با هم دیگه ساده کن. پاسکال با پاسکال، مول با مول، کلوین هم با کلوین و در نهایت کیلوگرم بر متر مکعب رو داریم. پس ما کارمون رو درست انجام دادیم. حالا میایم عددا رو ضرب و تقسیم میکنیم که اگه تو ماشین حساب بزنین. فقط این که دقت کن توی صورت 101,325 28.8 رو بزن. توی مخرج 8.314 298 و 10⁻³ اینجا یادت نره.
چگالی جرمی یا غلظت جرمی هوا در شرایط ASTP برابر میشه با 1/1778. من میخوام تا 2 رقم اعشار داشته باشه. اگر سادش بکنم، روندش بکنم میشه 1/18. حالا اگه بخوام 1 رقم داشته باشه میشه 1/2. درسته؟ 1/2 چی؟ کیلوگرم بر متر مکعب. جوابشو به دست آوردیم. یعنی 1 متر مکعب هوا در شرایط ASTP 1/2 کیلوگرم وزن داره. جواب شد 1/2 کیلوگرم بر متر مکعب. حالا چگالی ملی هوا در شرایط ASTP رو میخوایم به دست بیاریم. پی گفتیم که میشه چی؟ 1 اتمسفر یا 101325 پاسکال تقسیم بر آر میشه 8/314 پاسکال متر مکعب مول کلوین و تی هم شد 298 کلوین. ساده سازی انجام میدیم. حالا میتونید دور در دور نزدیک در نزدیک بکنید یا مثل من انجام بدین. ببینید میشه 1/روی متر مکعب بر مول که دور در دور نزدیک در نزدیک بشه برعکس میشه مول بر متر مکعب. پس واحد این میشه چی؟ مول بر متر مکعب. چگالی مولی. ما درست رفتیم پس. عددا رو درست گذاشتیم. مول بر متر مکعب شد. توی ماشین حساب بزنیم. توی صورت 101325 و توی مخرج 8/314 ضرب در 298. جواب نهایی میشه 40/89 مول بر متر مکعب یا 40/9 مول بر متر مکعب. و حالا بخوایم N استار یعنی چگالی مولکولی رو به دست بیاریم. به جای پی میذاریم 101325 پاسکال و به جای کی میذاریم 1/38 ضرب در 10⁻⁻23. واحد کی بولتزمن چی میشه؟ ببین ای مساوی میشد با KT، یعنی انرژی که به یک مولکول داده میشد مولکول ژول بر مولکوله میشد چی؟ میشد KT. واحد T میشه کلوین. کی بزرگ این کی کوچیکا دقت کن. پس در واقع واحد بولتزمن میشه چی؟ میشه ژول بر مولکول در کلوین. کلوین میاد تقسیم میشه دیگه. در واقع کی بولتزمن میشه ای به تی. ای واحدش میشه ژول انرژی بر مولکول که توی توضیحات از ابتدای شیم فیزیک متوجه شدیم و تی هم که میشه کلوین. پس واحد کی 1/38 ضرب در 10⁻⁻23 هم میشه ژول مولکول ضرب در کلوین و یه تی هم داره کیتی دیگه ضرب در 298 کلوین. کلوین با کلوین ساده میشه. بعد نگاه کن اینجا ژول و پاسکال خودشون ترجمه دارن. پاسکال مساوی میشه با فرمولش چی بود؟ F به A. یعنی چی؟ F واحدش میشه نیوتن، A واحدش میشه متر مربع. ژول خودش چی بود؟ ژول
میشد چی؟ FD. درسته؟ یکی از حالا فرمول هاش. F واحدش میشه نیوتن، D واحدش میشه متر. پس ترجمهشون رو به جاشون بذار، یعنی اینجاییم الان. درسته؟ پس من همه اینا رو پاک میکنم که فضا شلوغ نباشه. شما بنویسید و اینجا هم یه دور در دور نزدیک در نزدیک میکنم. ببین میشه چی؟ پاسکال در مولکول به روی ژول. به جای پاسکال بذار نیوتن بر متر مربع، نیوتن بر متر مربع. به جای ژول هم بذار نیوتن ضرب در متر. پس به جای ژول میذارم نیوتن ضرب در متر و مولکول هم این بالا هستش. مولکول. خب نیوتن با نیوتن خط میخوره و در نهایت میشه مولکول بر چی؟ متر به توان 2 ضرب در متر میشه متر مکعب و همون چیزیه که ما انتظارشو داشتیم. نگاه کن، این تعداد مولکول ها بود، پس میشه مثلا 10 تا مولکول. اینم حجمش بود، متر مکعب. درست شد؟ حالا شما این اعداد رو بزنیم تو ماشین حساب. ما الان با توجه به واحدها متوجه شدیم که اعدادی که اینجا گذاشتیم درسته. در نهایت عددی که برای هوا به دست میاد 2/46 ضرب در 10 به توان 25 مولکول بر متر مکعبه. یعنی من اگر هوا رو توی یک محفظه‌ای بریزم که حجمش 1 متر مکعبه، این مربعه و نگاه کنین 1 متر عرضشه، 1 متر طولشه، طول و عرض یکیه دیگه، و 1 متر عمقشه. هوا رو بریزم تو این، چقدر مولکول توی این 1 متر مکعب از هوا وجود داره؟ 2/46 ضرب در 10 به توان 25 تا مولکول توی این 1 متر مکعب وجود داره. تو چه شرایطی؟ تو شرایط ASTP، یعنی فشار 1 اتمسفر یا همون 101,325 پاسکال و دمای 298 کلوین. و سوالمون حل شدش.